جامعه پزشکی باید همواره محترم شمرده بشه. همواره باید جامعه پزشکی ما، جامعه پرستاری ما و مجموعه بهداشتی ما باید مورد احترام همگان باشند. کسی ممکنه بگه آقا 4 تا پزشک متخلف هستن، تو همه اقشار، تو همه صنف‌ها افراد متخلف هستن. نظام پزشکی ما اینجا داریم، نظام پرستاری داریم، در نظامات دیگه ما نظام مهندسی داریم، در نظامات دیگه تو بازار داریم، توی اقتصادیون و کارخونجات داریم، در همه حرف‌ها هستن. افرادی ممکنه قانون رو دور بزنن، افرادی ممکنه متخلف باشن. ما متخلف باید خود صنف مدعی باشه، برخورد کنه، نگذاره افراد متخلف میدون پیدا کنن. اما به هیچ عنوان نباید در رسانه‌ها، در مجموعه خبری، در فیلم‌ها و سریال‌ها، در هیچ کجا در کشور جایگاه رفیع جامعه پزشکی مورد آسیب قرار بگیره. همواره این جامعه محترمند و باید محترم بمانند.